یه هشدار بهت میدم، از نظر من اگر نصف شبه یا بقیه خوابند و کلا نمیخوای کرشیش سر کم کن، چون خیلی داد میزنم. گفته باشم دیگه، خود دانیم میخوایم کرشی به من پشتیبانی نمی کنم. میتونی بری از بیمه بپرس. خداحافظ. خب به گیر خرگوساله میگم 10 روزه سلام علیکم، چه خبر؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید. عیده. خب انم عیده که عیده. آخه بی پدره من مادر عیدتونم مبارک. و این ویدیو فکر کنم تا 13 به در بیاد، چون حال ادیتشو ندارم. از روی تامنیل دیدین دیگه، میخوام چیز بسازم. چیز قرار کاکا سنگی بسازم. میدونم ایده خیلی خزیه، ایده ندارم. دیگه بریم سراغ ویدیو. خب خدایا، من یک چست میخوام که آیتم های همچین کاکا سنگی خوبی رو داشته باشه. همچین شد یک چست خوب. به همچین آیتم هایی نیاز داریم. یک استون استیرز و یکی هم استون اسلاب. به این 3 تا نیاز داریم که من همشو بردارم. حالا خدای اینو قیب کن. مجیلات ترجی. اول از همه 3 تا از اینا میذاریم، 3 تا، و میم اینجا 10 تا میریم بالا. 10 تا باید بریم بالا، مثل همچین چیزی باید 10 تا بریم بالا. و بیم اینجا نه باید 3 تا بسازیم، باید بیم 4 تا بسازیم. عجیبه بیشتر. بعد میم اینجا که ساخت و میم اینجا این شکلی 3 تا از اینا میذاریم و میایم اون طرفش هم همین شکلی درست کنیم که درست شد. و اینجا میایم بلاک میذاریم یکم با آرامش بیشتر. و این طرف هم همین کار کنیم که دستش هم درست شد. ما میخوایم بریم سراغ دهنش. اینجا 3 تا اسلپ میذاریم، میایم این چیزا رو این شکلی میذاریم، صندلی این شکلی میذاریم و یه اسلپ هم این وسطش میذاریم که این شد دهن قشنگمون. نه برش هیچی. خب حالا برای چشماش باید بریم اینجا 3 تا بلاک میذاریم، یه پله این شکلی این وسط خالی میکنیم و میایم اینجا این وسط هم میذاریم و این بالش مارش هم پر میکنیم. حالا اینجا اینا رو استیر میذاریم. بعد حالا واسه ابروش باید بریم بالای چشش از اینا بذاریم و در آخر حس کنیم یه چیز خفه شد، یه چیز اینجا کمه. فهمیدین؟ دماغ، که هرچی این دماغ بزرگتر باشه قامت این داشته نه غلط کردم. نه یک چیز خفن از همچین چیز خفنی. خب باشین یکم به هم ریختگی هم درست شد و الان مثل آدم چیز داریم. بذار برش مو هم اضافه کنم. بله شیر و کت دالت کس که شهرام زاده